سلام دوستان برادرای گرامی. صندوق خیریه بود این خیلی آورده موندگی است. آهنین بسیار رنگبار شو کرده است. با زبان انگلیسی نوشته شده است. لباس و پایافزال دراپ کنید تا اینجا میتونه که لباستون بیارید. لباسای دستی دوم نو نیست. شاید نو هم اون کس آورده پرتوید. بغیر از لباس و پایافزال در این نفرایی که باز خواستند که لوازمات خانه برای کودکان هر چیزی که یعنی که زیادتی کرد نبردن نپرتفتن در مصر اینجا آوردن ماندن. بهترش گفتن شاید یگان نفری که نیازمند هست همونم استفاده کند. یه ولسپید هم بد نیست. این صندوق خیریه محلی تشکیلاتایی که به همین کار مشغول هستند اینها یگان روز شاید روزش معین میکنند کجای میبرند و نیازمندان یا تقسیم میکنند یا اعلام میکنند که بیاین بگیرین. این هم خیلی محکم کرده است. های صاحباش بعد اومدن لباسای گرفته میروند و هر نفری که در خانهش لباسای کهنه دارد مرحمت هر کجا نپرتید به همین صندوقهای خیریه آورده بمونین که تا نیازمندا استفاده کنند و هم شما ثواب میگیرین. خیر کردن همیشه خوب است. مهم انسان باشیم، مهربان باشیم و همیشه دستی گشاد داشته باشیم. نفرایی که خیر میکنه خداوند البته دوستش می‌دارد. این بود یک صندوق خیریوی در یکی از محله‌های شهر فیلادلفی آمریکا.